سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم و تا کمتر از یک ساعت دیگر برنامه خبری امروز از رادیو آزادی را تقدیم می کنم. برنامه مثل همیشه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب مستقیم نشر می شود و هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، در وبسایت azadi.org نیز ما را می توانید تماشا کنید و همان لحظه نظر و اندیشه های خود را چی در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب، چی در فیسبوک و چی در وبسایت نویسید. حتما به اینوبت می گیریم. در برنامه امروز درباره آن میگوییم که چرا یک جوان تاجیک به دختر 20 ساله 120 دانه داروی خواب آور داد و او را کشت. و خبر دیگری که داریم درباره سرنوشت رهبران امید 88 است. یک شرکت معروف بود و در مدت کوتاه از بین رفت. منتظر باشید، در برنامه جزئیات این خبرها را خواهیم گفت و درباره قتل 17 محصل در یک مکتب در ایالت فلورید امریکا نیز گزارش داریم که کشور را تکان داد. خبر دیگری و یا گزارش دیگری این است که میخواهید بدونید چرا در تاجیکستان ثروتمندان و یا بایها روزنامه نمیخرند. صبر کنید، بر مستقیم برنامه نشر می شود و این گزارش را تقدیم میکنیم و هم یک خبری داریم که اگر فرصت رسید حتما تقدیم میکنیم. جایزه به نام امام علی رحمان که جایزه طلایی خواهد بود و اگر کسی آن را ببرد 14,000 دلار میگیرد. خب تا یک ساعت دیگر ما را در وبسایت azadi.org، در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید و هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.